دست خودم نیست و هیچ کی مثل من نمیفهمه که دست خودم نیست. منم میخوام خوب باشم مثل مهدی، نمیتونم. من یک روز یک راننده‌ای داشت منو میبرد و دیدم پشت فرمون خیلی حالش خوبه، انقدر از حال خوبش ناراحت شده بودم. آقا تو چرا این حالت خوبه؟ درست به من بگو. منم میخوام اینطوری مثل تو خوب باشم. گفت میخوای خوب باشی بزن گوگل اینو سرچ کن. سرچ کردم کتاب معجزه شوک‌گذاری راندابرن. اوایلش که گوش کردم بعد با هم حرف زدم، میشه حرف نزنی دارم گوش میکنم. گفت بعد 28 روز که تمرین کردی با من تماس بگیر. من روز 4م زجه میزدم، بهشت بودم روز 4م. چون از وقتی که دارم تمرین انجام میدم پول داره دنبال من میدوه. اصلا من دیگه زحمتی نمیکشم برای پول. من مثل اون که بعده میدویدم برای پول، ولی من لم میدم پول داره میده. آقای رادش عزیز، مولانا یه نکته رو اشاره میکنه، میگه که زایمان همراه درده. هر وقت تو زندگیتون درد اتفاق میفته بعدش قراره یک چیزی تولد بشه و این نقطه درد خیلی جالبه که این طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید.